آقا عرض سلام و درود و از این صحبت و شب بخیر خدمت برابکس چنل دوستان. ساعت 3 صبح و من رد دادم یادی که لابا جلاد چیدم. الان با بچه ها توی لایو استریمی که یه ساعت پیش قطعش کردم که خیلی هم حال داد حاجی، دم همه بچه ها گرم، با دکای مختلف زدیم. این دکم من چیدم اون اول، گفتم حالا یه ویدیو بکنیم لاوا با جلاد تکامل. بریم واسه بتل اول. خب ورود بزنیم بتل اول دوستان. همین اول کاری لایک و ساب و کامنت یادتون نره. اسپانسر ویژه ویدیو هم نویک جمه، میتونید ازشون پس رویال و جم و هر چیزی که فکرشو میکنید تزیین بکنید. یه بالون سمت راست بریم تا بتل به جای باری کشیده نشده. من بگم کسنانه این آرنا که اون سمت راست من بار اول که دیدم فکر کردم گوشیم سوخته. یه لابا سمت راست گفتم یا زید، ولی دیدم یه خود دقت کردم خار این آرنا رو گاهیدم. خب لاوا جلاد تکامل. جلاد ما بریم که یارو قشنگ فر بخوره اول بازی. دوستان لایو استریم حالا روی گوشی اوکیش کردم، حالا از این به بعد به طور منظم خواهیم داشت. حالا اینکه هر شب باشه رو نمیدونم، ولی دیگه کم کم یه روز یه شب در میونو داریم. حالا ببینم چی میشه. برنامه دقیقه شو بچه بهتون میگم. یه دونه گارد اینجا باید یه چیز روتین بشه دیگه، میدونی، چون من چند ماه نذاشتم. حالا ببینیم داستان چی میشه. خیلی بچه هم دونیت کردن توی لایو استریم امشب، از همشون ممنونم. و همین دیگه لابا رو بچوریم راست. جلاد تکامل رو اینجا داریم. لاوا جلاد تکامل. کی فکرشو میکرد یه روز سویج بیاد لاوا و جلاد تکامل رو با هم دک کنه بده بیرون. این بده حاجی، اوضاع خیلی خیته. یه بالون دستم رو فایربال. این فدراگم داشته ای ننتو گاییدم. ایمود خمیازه میده، یعنی حوصله‌مو سر نبر. یک ننه تو بگم، یک داغی به دل ننت بذارم. بالون در رفت، ننت گایده شده. داره بزن. یکی دیگه زد خودی، یکی دیگه زد. جلاد اینجا گارد. امروز خوابیدم ساعت 3 حاجی، اصلا خوابم نمیاد. خیلی پر انرژی، 1 ساعت و نیم تو لایف فول انرژی بودم. توی ویدیو هم همینطور. لاوا روی پل میریم که خواهرشو بگیم. ایزیه داستان. بالون لاوالون رو پل. جلاد تکامل یه دونه بندازه، البته باید نزدیک باشه که هول داده بشه. نخورد به این فدرک، مهم نیست. بومش هم برسه حله. جلاد اینجا. اوه تیر. تاور ندیم. نه ایزی جی بیم میکنم، چون خارکونی حروم زاده داستان در بود سر ما. ایموت خمیازه داد. برو کیرم تو اول آخر. کسی که ایموت خمیازه باید بده منم. پلشت درس عبرت بشه واسط. این قسمت حاجی یه ایموت می آورد برای بیم کردن. کجاست؟ یادم رفت بزنم گزینشو. نیست واسط ویدیو که نیست، همون تو نیوز بود. تو لایو قرار بود ببینم، یادم رفت حاجی. بذار مورو بزنیم. این بود بزنیم. یه رفت رو یوتیوب. چرا هارکوسم؟ ای بابا حاجی نیست، فکر کنم رفته. وای یه موتش از دستمون پرید حاجی. یه لحظه من یه چیز رو چک کنم برمیگردم. خب بچه ها مثل این که تموم شده وقتش. کسه ننش مهم نیست. لاوا سندرس فرز پلی. لاوالون جلاد تکامل. دیگه که داشتن سویج ساخته. هم سویج درسته هم سویج. خودم سویج رو بیشتر دوست دارم. محمدم سویج میدم به دمیج. یه دونه اینجا جلاد. یارو ماینر و فایربال رو با این بولر کلکیری همه رنا که فقط جلاد رو بزنه. فقط یه کارت 5 رو بزنه. یه کارت چقدر میتونه باف باشه حاجی.
که یارو ننه خودش رو اجاره بده که بخواد یه کارتو بزنه فقط. تمام راستو گرفتیم. دستم روی تیر که الان نمیزنم، بشینم حواسم جمع باشه. کارد اینجا ایزی، کارد جمعه. نم داره خوابم میگیره آجی. یه لباسم چپ بریم. راستو که گرفتیم دیگه به یه چسبنده همین گاردم فکر کنم دمیجه رو بدن ها. ای جانم حاجی، دودولتو بخورم پشما میدونه. اسکریتم سریع بزنیم که فیشر انو مشن کنه. تیزگنگ بالون سمت چپ، برو درسته، تمام شد و رفت. مچ ایزی وینه. پلیرهای میدنده حاجی خیلی کسبلشن. حالا من نمیدونم این دوستانی که میگن تو میدلدر گیر کردیم حاجی چجوری گیر کردید؟ خیلی راحت میشه اومد بالا. اصلا مونده که دست سازم میشه اومد بالا، فقط باید اون قلقشو یاد بگیرید. حالا تو این ویدیو ببینید دیگه چجوری اینا رو میزنم. گارد و جلاد وسط برو بره. این ویدیو هم یه که فان لاوا جلاد تکامون هم زدن پلیرهای میدلدری. خب گزینه پلیگین رو بزنیم که سریع بیاره واسمون. خوبه. گود لاک. پرس پلی سمت راست. رویال هوگز باشه زدشیم. فایبالتی روی آرچ کوین. یه بالونم سولو بوس میفرسته. لاویو من الیاس انگار اسم یارو حاجی. خب فایبالتی دستم تمام شد و رفت. صاحب سبکی فایربال و تیر کسکی شد. 4 صبح تریدی باید چه کوچه رد میشه. تمام شد و رفت. این کاره نیستی رفیق، این کاره نیستی. یعنی 4 صبح هم حاجی آرامش نداریم تو این مملکت. ما قبل لایو شروع کنم آنتن ایرانسل پریده بود، دیدم مودم حاجی آنتن نداره. یه جلاد دیدم مودم اصلا یه دونه هم آنتن نداره. و رفتم گوشی هم چک کردم دیدم حاجی قطعه 12:30 یک شب آنتن قطعه. ایرانسل مردهاتو گاییدم کیر تو اون رنگ شاشیت بره. لاباسم چپ ولی درود بر همراه اول. تو قطعی برقم همراه اول حاجی آنتنش ثابته. نمیشکم اونم کس ننشا، جفتشون کس ننشون. ولی خب به هر حال حالا بالون اینجا خوبی هم باید بگیم دیگه، در مقایسه با کیر و کیری تر. تیر اینجا در کل ما تو ایران گزینه‌های زیادی نداریم از چیزهای داخلی منظورم ها. مثل اینترنت ها همراه اولین راسته یه دونه جلاد تکامون همه رو شوت کنه خواهر بگاد به مولا مادر همه رو گایید. خیلی قدره حاجی، خیلی قدره. لابا واسه چیز رو با بچت واقعی. آره داشتم میگفتم بین بد و بدتره دیگه قضیه اینترنت. کدوم مثلا اپراتور استفاده کنی، خرید ماشین ایرانی، همه کیری، همه حلبی حاجی. تیرو اینجا بزنیم اسکلت، همه بی خودی گرون. گارد اینجا آخ لا ای بالون فایربالو بوستیش بای بای. سیک تیر سیک با ته دسته داری. اینه که خوبه حاجی. برو بریم مطلب بعدی. تنها گزینه مثبت همین پلیگینه که اینم زیاد چیز نیست، خیلی گزینه شاخی نیست. تازه یادشون تو پلیگین بذارن پلشتا. اینجا اسکلت
پلیگه میدونی واسه چی خوبه؟ یارو فشار خورده مثلا 200 منفی زده همینجوری داره میره مثلا همینجوری پلیگه میزنه همینجوری داره میوازه 40 تا کاپ میره تو کونش، اون ننش قایده میشه، اون همونجوری بزنه تا صبح منفیه. این پلیگه واسه اون مینه سم میمونه. خب لاوا رو بریم. لواسم چپ بودم به شخصه استفاده نمی کنم پلیگین. تو حالا ویدیو داریم میزنیم سمت راست گارد تاپلده بخوای پلیگین میزنی استایپ میشی میمالن در مرت. نزن بابا دارت کوبلین چرا باید سویچ کنه 5 تا هم ضربه بزنه کسننه. یه بالون سر اینجا رو برو 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 درسته. حاجی گیری داره خوابم میگیره و خستم، ولی خب تایم ویدیو رو بالا میگیریم برای چون دوست دارن. ایزی خب لاوا رو سمت راست فرست پلی ای بابا گاردو نمیشه وسط زد که مثلا یکی بیاد این دو تا بره اونور. دیر زدم یعنی دیر انتخاب کردم کارتون. هوک تکی 8 کی دمیج داد به تاور. 8 کی دمیج تاور افتاد. تاور مادر جنده افتاد کس ننت. بگم اینم بره پشتش. خب سری تیرو اینجا نه آره تیرو بچپونم اینجا. چپ و سیف میکنم. واو جلاد تکامون رو دیده فر خورده یارو داشت جلوت. میدونی که محمد هزینه به مولا هزینه میکنیم ما داشت. اوه 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 جلادو بگیره یکی حاجی. وای نه دارت گوبلین نه ای خدا. لاوا وسط بالو وسط برو درست داداش. کسکی اونو جمع کنم کیراخایه پنگ کنم رفیق. تمامه دیگه فایر بال. اسم یارو انه داداش ببین نمیشه اسمش ان نقطه یعنی اسمش انه اون فامیلیش هم جلویی. آقای مستر ان سیکتیر کن دیگه چرا ولکن نیستی تو داش. خب آقا نظرتون چیه اینو سایکل تر کنیم یه تغییری توش بدم به جای اون بیایم مثلا نمیدونم اسکلت یا آیس اسپریت بذاریم. اسکلت که داره آیس اسپریت خوبه. بریم مطلب بزنیم. گارد ما تو دک در آوردیم الان فقط یه کارت زمینی داریم اونم جلاده. مورتار پلیر بهمون خورد. این بده لو سمت راست خب کسخل میکنیم مورتارش حداقل 3 تا ضربهشو میگیریم حداقل. یکی 2 تا 2 تاشو گرفتیم که دستم روی تیر و کیر و این صحبت ها. یه دونه تیر مشتی اینجا دهن تو گاییدم بابا. چند تا کارت میندازی ناموسن. مورتا پلیرم شورشو در آوردن دیگه. ما اینکه اینجا تاور تو گرفتیم ولی خب 38 تا کارت توی 5 ثانیه انداختی. این یه نمه داستانه. این یه نمه داستانه قضیهش. اسپریت جلاد بشوره ببره. ببین شوس برد یه کارت چقدر میتونه خارکسته. اپوش ببین چجوری راه میره مثل یک مادر جنده راه میری رفیق. جلاد خیلی خارکسته. جلاد همیشه باف شده. جلاد در روز اول باف بوده. من موقعی که اومد تو بازی رو یادمه خیلی قوی بود. الانم همونه. تا حالا کسی ندیده این جلاد نرف بخوره. هم رنجش بالاست هم تکاملش اومده. ای روزگار. لواسم چپ اسکلتو بنزیم وسط.
یه فایربال به تاور میخوره هر سه تاشو با هم بزنیم؟ نه نمیخوره. سری بالون. خب اینجا دو طرفه موندیم. میزنیم توی حمله. بخوردم. وای کاش دفاع رو میزدم. بابا مفت تاور گرفت. کیری آخه کیریه بی پدر. تاور تو نه تا بگم بابا سمت راست هنوز یکیش هم نگرفتیم. ای وای بر من. حالا دوستانی که لایو نبودن دوست دارن لایو ببینن، لایو سیو شده، یعنی هر لایوی که ما میذاریم سیو میشه. از این بابت خیالتون راحت باشه. ولی حتما میگم زنگوله رو بزنید، تلگرام جوین بشید. قطعا هر موقع بخوام بزنم اول توی تلگرام میگم. بالون وسط اسکلت خیلی لایف حال میده. بچه ها میان با هم صحبت میکنیم این چیزا. سیکتیر کن دیگه. 38 تا لاباب تو زمینه. یه تیر پیشبینی 1 2 3 تمام. جی اند جی. خب مورتار متا چند سیزن پیش. آقا میخوام از این سایکل ترش کنم. سر به سرم نزد. من خول روانی ام به مولا. حاجی من واقعا روانی ام تو بعضی از چیزا. یکی تو گیم این کسکشو بذار اد کنیم تو دیگه. خب بین اینا بذار اینو بذاریم یه بارم با این طول سگ پلی بدیم، بعد میریم سایکل ترش میکنیم. حالا یه مچ میزنیم بعد میریم سایکل ترش میکنیم. اینو حذف میکنیم یه الکترو اسپریتی فایر اسپریت چیزی اضافه میکنیم. اسپریت آره خلاصه این اسمم هم دیگه. اخ راکت بالون رو سریع بریم که اکسیر نره. چیزی نندازه تورنادو داره. تورنادو میخواد بزنه. داداش دوبار تمرین کن، 2 تا ویدیو یوتیوبر خوب ببین یاد بگیری چطوری بازی کنی. چه تورنادویی بود. اسم و رسمت خجالت بکش. تو اسمت یه جوری که به یه پلیر میخوره یارو باید جفت کنه. کسکش بی‌ناموس نوب. هوگنادو پلیر طول سگ وسط. اولی ما دارم از این کارت استفاده میکنم. چه میزنه حاجی یزیدشو. بالون فکر کنم وزی رو ولی کرد. آره ولی کرده. نوب سگ. تمام شده رفت. آره خلاصه داشتون سویج روانیه. تو بازی روانی هم تو رانندگی هم خیلی کارم درست نیست. ولی خب دیگه چیکار کنم. اوکی دیگه بذار داره خورده اینو سایکل تر کنم. حال میده. تک اسپل سایکل تر. فایر اسپریت رو اد میکنیم. حاجی طول سگم حال نمیکنم باشه. آره با این کارت حرومزاده اصلا با قیافه و چهرهش حال نمیکنم. مادر جنده است. بریم میدونی شبیه چی میمونه. این بچهای فامیل هستن کوچیکا. خدا رو شکر همشون از من میترسن. تمام بچهای فامیل از من میترسن. خدا رو شکر کرمم نمیریزن. ولی دقیقا مثل اونه حاجی. مثل بچهای فامیله. هیلر چیز خوبی بزنم نمیاد متاسفانه. گولم اسکیلیه. وای نه ناموسن با 4 تا کارت یکسی چه گویی بخوریم. با تیرم از خارکسم.
اسپریت لاوا رو دوباره بریم. الان یارو فر میخوره میگه 38 تا لاوا تو 5 ثانیه اومد. پکا با هیلر حاجی، تو دیگه ته بی‌ناموسی رو پر کردی. مگه دیگه میمیره پکا و هیلر؟ این فدرال اینجا میخواد. خدا قسم. اوه اسکیل برو. بیا نه جلال تکامل اومده. فست سایکل رو بگی داداش، بلادیه فست سایکل. تاور نیفتاد. بابا چیکار داری میکنی با دلم تو جلاد تکامل؟ لعنتی خدا یا لعنت. یه بار سمت چپ الکترو تکامل داره. خوابم همه نمیخوام داد بکشم، ولی کسننت الکترو دراگ تکامل. همین از من بشنو. وسط راش داد. ای خدا لعنتت کنه، ای خدا یا خدا ازت نگذره. جلاد بنزیم سمچه اسکدراگ کجاش در اومد. این دقیقا همونه که میگم توی یک لحظه کارتاش عوض میکنه. اسکدراگ نداشتین کی زد؟ من یادم نمیاد. ای لاباسم چپ، حواسم جمع باشه، فوکوس 100%. اسکیل از وسط داره می نوازه. جلاد داره همه رو میشوره. بابا الکترو دراک حاجی اشکمو در آورد. به قرآن یه کارت چقدر میتونه کیری و مادر زنده باشه. نگاه همه رو زد. این شیشه آب که جلو من رو بردارم بزنم تو کله خودم که دیگه قهبگی بی‌ناموسی حرومزادگی سر و روی یارو میبارید. از اسم بگیر تا رسم و دک و تک کارتای خارکوس زد. مستر پاندا لاباس همونطراسی معلوم اوبیه. از اینه که گوشواره میندازه. دارت گوبلین، یه دونه بالون. دکیشم یعنی گیه. باید دید دکیت گیه خارمادره داشت. گیه داشت به مولا. برس. ای جان بالون تابه رو بغل کرده. دگرم که هست و ضعف زیاد. برو درست. یگانات روی پل. ایزی دفاع. بترسید آجی از محمد لاوایی که ساکت میشه چند ثانیه. بترسید از این نسخه. لاوا چپ. این تایمینگ تیر میزنم. اگه اونو نمیدونم یه جور تایمینگ میزدم که همش نودمیج دفاع بشه. یه کاشی بالاتر از تابر سمت راستتون یا چپتون فرق نمیکنه. یه کاشی بالاتر بنازی توی زمان درستش نودمیجه. بالا میرسه دوباره تابر رو بغل میکنه. دگر ضعف خیلی زیادی داره. جلال تکامل رو هرچی دارم میریزم. تموم شده رفت. بالون چپ الکترو اسپریت هم واسه یه کمک. این فدرای اناخت بلا به مگانایت احتمالاً. آره این شوت میکنه اون پر رو وای میسته تو روش. این شوت میکنه میگه کسن ننت برو کنار ببینم. این پر رو شوت میکنه تو روش.
قل بده. آخ چه دفاعی مرد. دفاع کلوف دفاع میکنم امشب بازی، کلوف دفاع میکنم امشب با این دک. فست سایکل زیاد، جلادم که تکامل. خداحافظی. جی جی آقا. 12 10 9 شمارش معکوس واسه کون دادن پلیر بالایی. 5 4 3 2 1. جی جی. دوستان امیدوارم لذت برده باشید. تایم ویدیو هم بهش خودتون بالا گذاشتم، که خیلی خسته بودم دیگه. لایک و ساب و کامنت اینو یادتون نره. خیلی میخوامتون تا لایو و ویدیوهای بعدی. چاکس.